برای کنترل بیزنس چیکار کردن در کار؟ یک چند نمود کنترل است. یکم учет کنترل فینانس نقض مانید. این به حاضر ضرور. دوم سیستم اسازید که همه بیزنس پروسس ها سه تا آدم وابستگی باشد. من نمیگم متد شستی گلاس. چی گفته گپ؟ هر یک دکومنت باید که سه کس بیند. سه تا подпись будеш در کار. من مثلا اگه که از همین بانک روید، بانک گوید که از شوت خودم کمک پول سنیمت کنم. شما مینویسید، منیجر میبیند، با میبیند старший менеджер، بعد میرد کسر با. درست؟ элементар метод шести глаз برای خطای کم شدن. аэропорт بروید самолет بشینید چند بار شما проверка میکنن تا самолет در اومدن؟ 5 بار. برای چی؟ метод 10 глаз. هر یک етап من همین کنترل میگم. انا هوای процедура повторно برده اینا میگم سیستما. حالا شما بانک روید گوید که من $2 میخوام سنیمت کنم یا که перевод کنم. بانک شما به نمیگه خیلی مالش $2 مونید برید ما ختم میکنیم. $2 هم باشد، $1,000,000 هم باشد، одинаковая процедура. انا میگم سیستما. این سیوم کنترل سیستما. شما باید که کار کنید که همین سیستم کنترل خود همون متد کنترل سیستم نباشد. این خیلی من گفتم проверка میکنی، من نگفتم نکنی نمیشد. و سیستم نبودنش در کار. چهارم اینوентаризация. هر ماه اینوентаризация.